ایروی آدمگری نیست این ایروی انصاف نیست یک آمایده انصاف یا بار گوش که همه کار سوچه نشیده فوق العاده شده ای مردک سوچه اینی یک بار میشه دو بار میشه سه بار میشه او این دافی چهارمه تو مرا گوش کن اون روز ایدر ماشین نسکی زنکانه رو یافتم بابی اینو گوش کده گوش کن این بچه تو یک بار دو بار سه بار نه این چهارم باره درنی ماشین هوی میکنم درنی کپوتی ماشین نسکی زنکانه رو بجا کده ای اگه هیچ گرد نه چه خیلی دروغ میگم یافتم کن نسکی زنکانه رو نگینه داشته نشده او مایلی کستمت اروز چی بوی دوخی زنکانه کدیسه بود کدیسه بود ایش مایلی بابی ای دیوالی نمکش ایره گوش نکو بابی گوش کن در ساعت دی شو مردکی زندار داد زنک چی دو زنگ میزنه بهودم ما فهمیدم آوازی بر و ای هموس الله گفته که این تاق ده جاش دکشته رئیس بود مایلی بابی مایلی همه کاراش دمو چشم میپوشم آخه این بس نبود که با یه پی گمناش که سب سرخی دیگه در گردنش خیسته آمده ایروی آدمگری نیست من نمیدانم خودت ایودی بچت برام دیگه اوی رفته یه گوش که آخی موسفه لبای این یک دیوالی نمکش های این همی 10 متر اگر دیوال باشه ایست آوترته و این نمو در خصف کشکو دیوال این همی خیلی آدم هایی من اینو نفهمیدم حالا همین مرشود کود کو بابی این همی گاز قیمت بنزین قیمت بچورا همین راست آدم میگیرن که ما رو پکریوت کنه با یگان سون با مانو گفته آدم بیسار نشته زنه که مرده که موسفه راست نیستی یگان ترمز دیدن خیلی یکی یگان همین لبی یگان تشکیل سیده آخی من نمیدونم آخی نمی گمناشکی نمیره سیل به مرکز برای نمی گمناشکا ای بچم گوش کن ما اون نسکی زنونه که در روی ماشین تو نه اون کار ندارم بله اونو باید تند بوی دوخی کرده کو دوخی زنونه وایشدم کار ندارم گوش که یای همون مشروطه که تو سوار شدی رقمی چنده ای آخه بیادن میگه زن اگر آتش نمیشد خام میمونده ما نارسیده باده در جام میمونده ما آخه زنگیری کنچاف یافتمه آخه موسفید گپش گرفت موسفید شنو نصیحت کرد چه نصیحت بر ما گوش نمیکنم و نصیحتی موسفید میشکنم نمیشه یافتم انا که آخران یافتم السلام علیکم بابجان تو پلنگ جون چلی شگر شما نزدی بابجان سازی برای خانه برام که تو من دیگه برم خیلی کار برم کمپیری مومد رفته خانه در خشون نگاه کن خب ها جانم چی ای کجا آمدازی تو چی گیت نبدی سا همه هیچ نکرده سای خرسندی یکی خرسندی چی خیلی که چشم کات هم درخشیده سایه همو دختره که خوش کردم آخی مصلحت کردم گفتم بیا بریم خانه در نشون میتونم تا خانه در ببی ما قطع کی زندگی میکنم کیای بابی ما کیای مامی ما اولادی ما کیای زندگی می چیکله همه چی فهموندم تو فلان جون خنده تو بزن گپ تا گرفت گفت که خانه تون میرم خانه رو برم میبینم گفت اینه کاکرس در خانه کمپیرم نیست من ای پی کروم رفتیسم بیا بگوشم بیا بگوشه خوشون مهمانداری کشه خانو در نشان تشه ای خانو در ببینی یک کیف کنه بگو که نوری مرگن میشم بدانه که در خانه کی زندگی میکنه گفتگی اوشه کنسوف خانی خمونده یه یاردم چی پیدا شده برا اگر این کمپیر کن رو بزار کرده یک چی نمیگیشه بفرگید مردم بفرمشو تو شیده میگه بهانش بیسار شده که یکی یاردم چیش بیایا نیم بعد چی بهانه میکرده باشه برا ریکار با من خیال میکنم که تو پلنگی من این تو پلنگ ایده شگاه کار نمیویه می اومده ای کو کنسه خونیم پوری نویره میشه تو پلنگ ای چی داری تو پلنگ
وی تو پلنگه خانه هیچ که نیسته نه بعد تو چه درجه شیشتی با در خانه خالی چیلی بشینیم وی اوه چو خانه خالیه چو چی عروس نیومد نعمت کرد عروس اومد اومد قندت تو بزن قندت ما گفتم که تو بای چی خوشرویی گپی تو مگذاری اگر نیمگر عروس ها قندت زمای تو باوری داشتم اومد آخی اومد خانمان ایدری خانه درو آمد امی ایدری خانه درو واردم شد نخست اول همون خانه همون چه نشون دادم انبار خانه را این پروداکت پیتانه این گوش این وای این خرید نیدی چی وای همه را نشون دادم قندت زن گشت بروم دیم وانه را نشون دادم همش را کوی دوی دیدک چه تازه و آزاده همش دید همش ایالا و اگروتورو دید ایش دید اوش دید ایش دید با اومدم یا جای آستاک مهمون خون دروم دیم وای قندت بزن مهمون خونی خوش رو مهمون خونه رو خودت ندون تلویزیون کلان زدگی کرپچو پرتاستگی همین بری بابا رو پروش تلویزیون این پیش دیوان ایستادن همونجا گفتم بشی راست نبه بشی گفتم ای شیشتا قندت بزن بالای دیوان شیشت بختم قوتش شیشتی انا بامام است اومدم در قوت شیشتم قندت بزن شیشتم چه بود چهرش خندیده سی بود چهرش کم تبسم داشته بویا نوز میکرد یا تبسم میکرد بویا نوز میکرد یا تبسم میکرد سوزی دوره های یوشیم اومد انا که همین چیزی گفتنی مشکی بونو میگه همین گفتنی مشکی بونو میگه انا بامه گفتم خواهد چیه باشه نباشه بیا که چیه بود سویت کشتم سویت کشتی قندت بزن تو پلنگ جان تو بغیرتی رنگی بابیتی بغیرت قندت بزن سویت کشتی اکر نقل کنده باشی جای قزیقش نقل کنی ابیاد نقل نکنم نقل کنم اوه همون جای قزیقش نقل کنم چا کنم سویت کشتم انا بعد دیگه دستم کتی ایسی میکنم نیست سوزم بالای دیوان سویت گیرون میکنم نیسته قصه رفته اوخیه تو پلنگه تو که سویت کشتی ویرو قهرش کرده او هم تو وقتی نکاح کرده نه او طاقت میکردی چه میکردک تا بعد نکاح خواه سویت میکشتی خواه گیران میموندی هیچی گپ نبود آخی و چو کشتی سویت ای بی مامام شید ای بی مامام شید مامد در خانه نیسته چکر ای بی او شیده بوده چه گناه داره کمپینی مامد ای بی مامام مرا نصیحت کرده بود کی بچم در کجایی که یگون سویت گیرونای بکش کی و چوچک من پل کار بکنم